سلام چطورید؟ خوبید؟ حالتون خوبه؟ انشالله که هر جای دنیا که هستین حالت دلتون خوب باشه. امروز این چراغم خاموش میشه. امروز میخوام برم تا بیرون. هوام فوق‌العاده سرده به خاطر اینکه یه برفی اومده ولی اون چنان نه، ولی خب خیلی فوق‌العاده سرده. بریم که با هم همراه باشیم. آسانسور بزنم که بریم. چه خبرها؟ چی کار میکنید؟ خوش میگذره؟ حال هوای شهر شما چطوره؟ فکر کنم بیشتر نقاط ایران که برف اومده، هوا فوق‌العاده سرده. اینجا هم که طبق معمول همیشه سرده. بیاد خب آسانسورم اومد، بریم که داشته باشیم. بریم. میخوام امروز برم با نیاز زودتر رفته پایین. میخوام که باهاش برم، میخواد یه سری خرید بکنه برای بچه ها تو کریسمس. یه سری بچه ها برای همدیگه کادو بگیرن دیگه. گفت مامان بیا بریم منم یه سری کادو بگیرم برای بچه ها. دیگه الان قراره بریم که برای بچه ها کادو بگیریم. خب من دیگه در اومدم آسانسور، بریم. اینم نیاز. بریم که با هم دیگه ببینیم چیکار میتونیم بکنیم تو این هوای سرد. یا یخ میزنیم یا هم که به یه جایی میرسیم دیگه. نه خوبه بیرون، هوا آفتاب خوبه، فقط سرما هست دیگه، همه یخ بندونه دیگه. اومدیم بیرون، همینجور که میبینید آفتاب زده و یخها آب شده. الان دیگه همه جا هم سره، همه این که خیلی دیگه حالا کثیف بازی میشه، ولی خب دیگه ما هم باید بریم. سره ها، خیلی سره، داشتم سر میخوردم. بریم. سلام، چطوری؟ انشالله که هر لحظه‌تون عالی باشه. خب توضیحاتی داریم میدیم؟ آره گفتم میخوام بریم برای دوستات کادو بگیریم. قرار شده که حالا هر کی برای بچه ها هر چی دوست داره گفتن که براشون بگو. بکنم خیلی هاتون دیگه دیدیم توی اینستا و یوتیوب و این چیزا که اسممون رو شانسی برمی‌داریم، هر اسمی که واسمون افتاد واسه همون شخص کادو می‌خریم. الان برای من یکی از دخترها افتاده و میخوام برم براش کادو بخرم. خب اینقدر به هم حس خوب میده وقتی از روی برف و راه میرم. صداش اصلا کلی برام آرامش بخشه. نیاز خوبی؟ بیا یه دونه برف بندازم سرت تا حالت بشه. خوب بود. خب بریم تا خودمونو شتک نکردیم اینجا نیفتادیم. بریم کم کم برسیم به اتوبوس و بریم. خب از اتوبوس پیاده شدیم، داریم میریم سمت بازار. البته اینجا یه فروشگاه خیلی بزرگی هست که اجناس خیلی زیادی داره، یعنی همه چی داخلش پیدا میشه.
چیکار کردی؟ پیدا کردی؟ پیدا کنم از اینا میخواد اینجا نداره با یه شکل دیگه بگیرم. فعلا ما داریم خریدامون رو انجام میدیم. بعدم شلوغه، همه به هم میخورن، ولی خب دیگه. این کلاه هم خیلی خوشگله، رنگای مختلف هستش. تل البته، آره تل خوشگله. اینا هم که بزرگشه. این هدای پمپیه. یا چیکار کردی؟ فعلا دارم میگردم. فعلا اینا رو گرفتم، یه بقیه رو تیت این یه شکل دیگه نداره؟ چرا اینجا داره؟ نگاه کن. این هم داره با اینو آناناس پروانه داره. این چه خوشگله، اینو بگیر، این خوشگله. نگاه این خیلی خوشگل تره. خودت نمیخوای؟ نگاه کن رنگای مختلف هم داره ها. نگاه شکلش هم آره شکلش هم هم کن. نگاه کن این شکلی. نگاه کن اینا اینجا ببین. اینا نگاه کن شکلیه. اونا اونجوری پولکیه. آره کدوم فکر کنم اینا خوشگل تر. خودت کدوم میپسندی؟ نظرم اینو برش بگیرم. نه قشنگه. نه شکلیه، زیرش هم گیره. ببینی هست خوشگله. بگی دستت چه بامزه است. قیمتش چقدره؟ اینا میگردم اینا رو دستش چقدر زده؟ 3,500. خوشگله ولی ها. آره بریم الان طبقه بالا. چه خوشگلن انواع تل. انواع تلای کریسمسی چه بامزه. چه عینک‌های بامزه‌ایه.
هم پاکت های مخصوص کادو Biri şundan mı başlatsa? Biz şu bir o. نیاز ببین چقدر خوشگله خودم هم میخوام. بگیر کجا؟ همونجا انتا Kızım valla niye gerek sonra aydın da. خب این قسمت بیشتر لوازم تحریر و حالا خودکار و لوازم زیر و حالا خیلی خیلی همه چی هست دیگه هر چی که بخوای پیدا میشه اینجا. خب ما دیگه خریدامون رو انجام دادیم داریم میریم بیرون. حالا بریم خونه بهتون نشون بدیم که چه چیزایی گرفتیم. خیلی چه هوای خوبیه با اینکه سرده سوز داره ولی آفتاب یه فسال خاصی داره خیلی خوبه. الان میخوایم بریم این سمت یه بازار دیگه هست یه دوری بزنیم بعد بریم خونه. این قسمت هم بازار میوه و تره‌باره. هر لاینش یه چیز داره. اینجا عسله. یه خانم هم که با تعجب داره منو نگاه میکنه. ببین عسلای اینجا چطوره چقدر ماته. کلا نوع عسلشون همینجوریه با موم قاطی میشه حالت مات پیدا میکنه.
همه انار همین شکلی باشه. آره ولی احتمالاً که خوشگله. آره شب یلدا هم که نزدیکه. اناری جون کنیم و بخوریم. منم عاشق انار. خب ما خریدامون رو دیگه همه رو انجام دادیم، منتظریم که اتوبوس بیاد بریم. هوا به شدت سرد شده، نوک دما گویای همه چیزه، کلی سرده، یخه. منتظریم که بریم دیگه. الان امروز هم که ما عجله داریم و سرده، اتوبوس پیداش نیست. نیازم یخ زده، همچنان داره میلرزه. خیلی سرده، خیلی بی نهایت سرده. خب بریم حالا خونه. وقتی که سرده باید 4 لا بپوشی بری بیرون. اینجا اومدیم از بیرون که وسیله‌مون رو به شما نشون بدیم، چون که گفته بودیم که نشون میدیم بهتون. و ویدیویی که ضبط کردم در انتهاش متوجه شدم که گوشی رو اسلو موشنه و به صورت خیلی آهسته ضبط شده. دیگه مجبور شدم که ادیتش کنم به صورت تند درستش کنم که بتونم حداقل نشون بدم به شما. لبو از بازار گرفتم، الان پختمش و قراره که ترشی لبو درست کنم. الان مراحلشو میذارم که شما هم ببینید. من اینا رو دیگه قالب زدم، الان یکی داخل ظرف میندازم. خب من لبویی که پخته بودم یه مقدارش برای ترشی استفاده کردم که همونجوری ته دادم و یه مقدارش هم گذاشتم که درست بشه و قشنگ با آب لبویی که گرفتم با همون میذارم دوباره یه پختی انجام بشه و فوق العاده خوشمزه میشه آب لبو. بعد یه نکته‌ای که هستش، من اول یادم رفت که فیلم بگیرم، من همیشه لبوها رو که شستم کامل میشورم پوستش رو قشنگ، کلا هر گونه خاک اینایی داشته باشه هر بهم بره. بعد چیکار میکنم؟ میذارم میپزه. وقتی که پخت اون آب اصلیش که میبینید چقدر قرمزه، اینو چیکار میکنم؟ بعد ازش خارج میکنم با یه مقدار از خودش که دیگه قاچ کردم میذارم دوباره یه پختی انجام بشه، یعنی اینکه قشنگ جوری شکل. نکته ای هم که
میخواستم بگم، میدونم که همتون کدبانوید و همتون کلی هنر دارید، ولی من همیشه این فصل که میشه، وقتی که فصل چغندر هستش که یا همون لبویی که ما میگیم، من آبش رو همیشه میگیرم، یعنی آبش به همین صورت. بعد داخل ظرف یخ یا قالب هایی که هستش برای یخ میذارم فریزر. و هر موقع اگر که بچه هاتون مشکل کمخونی دارن، این واقعا یه چیزیه که من خودم خیلی نتیجه گرفتم. اینو قاطی یه ذره آب آلبالو بهشون بدین، این یعنی از همه چی براشون بهتره و کلی هم خونشون قشنگ تنظیم میشه، چون من خودم امتحان کردم و نتیجهشو دیدم. خب الان من این آب لبو رو میخوام داخل این ظرف یخ بندازم که بذارم داخل فریزر. خب من کل اون اضافات لبو رو خورد کردم، ببینید در همین اندازه. خب من دیگه اینا رو که خورد کرده بودم داخل سینی فر گذاشتم، فرم گذاشتم که روشن میشه. الان دارم اینا رو به صورت یک نواخت پخش میکنم که دیگه رو هم دیگه انباشته نشه و زودتر خشک بشه. خب گذاشتم داخل فر دمای 175 درجه بمونه که تا قشنگ خشک بشه. خب اینجوری که میبینید این دیگه لبوی ما الان آماده است. ببینید آبش قشنگ تبخیر شده، قشنگ به خورد خود همین لبو رفته. فقط شما رنگش رو ببینید چقدر خوش رنگه. به خاطر همین میگم آب لبو رو هیچ وقت دور نندازین، با خودش تفت بدین خیلی بهتره. خب تقریبا یه 2 ساعتی طول کشید تا این لبا به این صورت در بیان. نگاه کنید قشنگ خشک شده. الان اینا رو میندازم داخل. خب الان انداختم داخل آسیاب، الان آسیابش میکنم. خب پودر لبومم آماده شد، همینجوری که میبینید قشنگ خشک شد و قشنگ آسیابش کردم. این حالا مصارفش خیلی زیاده و بیشتر میشه، حالا میتونی با زعفرون هم دم کنید، حالا تو شربت بریزید، یه رنگ طبیعیه دیگه بدون هیچ مواد افزودنی و خیلی هم خواص داره. خب ممنون از همه شما عزیزان دل که تا آخر این ولاگ با من همراه بودید. امیدوارم که دوست داشته باشه. اگر که دوست داری بازم از این ولاگا بذارم لطفاً برام کامنت کنید، لطفاً منو شیر کنید، لطفاً سابسکرایب یادتون نره، ازم حمایت کنید. ممنون از همتون، روی ماه همتون رو میبوسم.